السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. گریه کردن از ترس الله این یکی از علامت های ایمان هست. حضرت ابراهیم ابن عبدالرحمن ابن عوف روایت میکند که بیشک حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه یک روز طعام آورده شد به نزد اون روزدار بودن. پس گفت قتل مصعب ابن عمیر رضی الله عنه و هو خیر منی، یعنی که حضرت مصعب ابن عمیر کشته شد میگد و اون بهتر بود از من میگد. فلم یوجد له ما یکفن بفیه، میگد یافته نشید برای اون یک کفنی که اون کفن بکنیم. یعنی که حضرت عبدالرحمن ابن عوف حضرت مصعب ابن عمیر میگد از من بهتر بود. این از روی تواضعش گفته است. و دیگر که هست اصل در اینجا ذکر کرده است که حضرت مصعب ابن عمیر در الله کشته شد برای اون کفنی نه پیدا نکردن که اون کفن کنیم مگر یک چادری افته شد که اونا میگه با اون سرش رو میپشوندیم پاچه هاش اونا بگم آشکار میشید دیار میشید. وقتی که پاچه هاش هم میپشوندیم سری اونش میشید نمایان میشید. بعد از آن گفت حضرت عبدالرحمن ابن عوف که الله پاک برای ما گفت دنیا را کشاده است و کشادنی که این چونین که ما میابیم پیدا میکنیم که بخوریم و پیدا میکنیم بپوشیم و پیدا میکنیم کفن کنیم. گفته همین چیزا به ذهنش آورده بسیار گریه کردن. میگه حضرت ابراهیم ابن عبدالرحمن نه که پسر حضرت عبدالرحمن ابن عوف قصه کردستن. بعضا میگه بسیار گریه کردن از ترس الله حتی طعام خوردن نتونستن دیگر. یعنی که گریه کردن و اشک ریزاندن در راه الله این یک درجه بلندی دارد که پیامبر گرامی در حدیث دیگر میفرماید که روایتی ترمذی هست و این روایت نیز حدیثی حسن صحیحش میگد که میگد پیامبر گرامی گفتند که لا یلج النار رجل بک من خشیت الله، یعنی که خلاصه گپ این است که یعنی که داخل نمی شود یا اینکه آتش دوزخ اونو نمیگیرد انسانی که ترسیده باشد از گریه کرده باشد از ترس الله. مانند یک مثال آوردن پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله که حتی یعود اللبن فی ضرع، چخیلی که وقتی که شیر از پیشستان گاو بیرون بکند انسان میجوشد میگیرد دیگر اون داخل کرده نمیشد. همینجورین هست. یعنی که انسانی که از ترس الله گریه کرده باشد اون ناممکن است که در آتش دوزخ بسوزد، چون که اون از روی قوی بودن ایمانش گریه میکند، از روی ترس الله گریه میکند. یعنی که در روایت دیگر که اومده هست روایت ابو داوود و ترمذی رضی الله عنه و رحمهم الله این حدیث صحیح گفته هستند که میگه که پیامبر گرامی وقتی که نماز میخوندن ولی جاء فی ازیر که ازیر مرجل، یعنی که صدایی بود مثل صدای دیگواری از گریه کردن میان بکا از گریه کردن. چگونه؟ یعنی که پیامبر گرامی از همچون از الله میترسیدن. میگه وقتی گریه میکردن همین خیلی که در دیگ یگان چیز می جوشد همین خیلی میگه آواز همین خیلی پیدا میشه از پیامبر گرامی صلی الله علیه و دیگه از گیره سخت از ترس الله را. این درجه بلندی دارد. چون در حدیث دیگر گفتیم که پیامبر گرامی صلی الله علیه و میگه انسانی که از ترس الله گیره میکند اون آتش دوزخ ان شاء الله نمیدرد. به سبب چی؟ به سبب که اون خیلی انسانی قوی الایمان بوده است و خیلی انسانی خدا ترس بوده است و گیره نکردن این علامت سخت بودن دل است و علامتی دوزختی بودن انسان است. انسان که گریه نکند صحابه دیگر نزد نبی صلی الله علیه و آله گفتن که من اصلا گریه‌ام نمیاد. گفت که کوشش که گریه کن. گفت و پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله کنده سینه اینها را قبیده و در حقشان دعا کردن دل اونها ملایم شد. این دل ملایم بودن این علامت های ایمانداری هست و علامت های به الله نزدیک بودن است و علامت های این است که الله اونو دوست می‌دارد که اونو بگیم دلش ملایم کرده است. هر کسی که قاسیت القلب باشد سخت دل باشد این علامت های مشرکین هست و علامت های کفار هست. مسلمان نباید این باشد، مسلمان باید دلش ملایم باشد. چکل در روایت دیگری که آمدگی از حضرت ابن مسعود رضی الله عنه روایت میکرد که میگه رسول خدا صلی الله علیه و آله یک روز من گفتن که قرآن بخوان. گفتن حضرت عبدالله بن مسعود گفتن که ای رسول خدا صلی الله علیه و آله قرآن به شما نازل شده است من بخونم؟ گفت که من میخوام که بشنوم. و میگه خیلی من قرائت کردم سوره نساء را. وقتی که خواندم وقتی که یک آیتی اومدم که در اینجا میگه که اعوذ بالله من الشیطان و کیف اذا جئنا من كل امه بشهید و جئنا بك على هؤلاء شهید. وقتی این آیت خلاصه این آیتی که یک قسم سوره نساء خواندم تا آیتی 41 شه پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله گفت کفایت است. گفت بس است. گفت پس میگردم
نظر میکنه به طرف نبی صلی الله علیه و که آبهای دیدشان میریزد. یعنی که انسان از شنیدن قرآن و از ترس الله، وقتی که انسان که میشنوه قرآن، در حقیقت انسان خیلی خیلی باید این دلش ملایم میشود و دلش ملایم میشه وقتی که معنی قرآن هم کمتون بفهمد. یعنی که بعضی حالات میشه که انسان که معنی قرآن نمیفهمن، حتی با شنیدن آیات ها و با شنیدن گفته الله وقتی که اونها دلهاشون ملایم که هست آبهای دیدشان میریزد. این علامت های دینداری هست، ایمانداری است و سبب گریه کردنش هم خلاصش هم گفتنی هستیم که از ملایم بودن دل و به الله نزدیک بودن و از ترس الله هست و گیره نکردن و گیره نیامدن این از سختی دلست و علامت های بدبختی هست. باید انسان توبه کند، خیلی بسیار توبه کند که دل او ملایم شود. والله اعلم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.